سلام دوستای عزیز، امروز میخوام برای شما کچیری هراتیر درست کنم که خیلی خوشمزه هست و بسیار ساده درست میشه. اول داخل دیگ روغن ریختم، بعد یک پیاز متوسطی که رنده کرده بودم، خیلی بزرگ نبود، داخل روغن داغ شده ریختم. بعد برای 2-3 دقیقه تفت دادم تا قهوه‌ای بشه. مواظب باشین که پیاز نسوزه. من برام کچیری همیشه ماش نصف شده استفاده میکنم، من دوست دارم. بعد حالا که میبینیم پیازم قهوه‌ای شده، مواظب باید باشین که پیاز نسوزه. ماش خود داخلش میریزین و برای 2 الی 3 دقیقه تفت میدین تا وقتی که تفت میدین میفهمین که ماش شما درشتر شده. بعد یک کم زرچوبه ریختم داخلش، تقریبا 1 قاشق چایخوری. بعد ادویه خود داخلش ریختم که خیلی مهم هست: زیره سیاه، زیره سبز، دارچین، فلفل سیاه و نمک هم دلخواست دیگه مزه میکنین و میبینین که کم هست یا چی دیگه بعد درست میشه. خود شما نمک به اندازه یعنی میریزین. آب ریختم دما بینش، اینقدر آب بریزین که اندازه 1 بند انگشت از روی برنج شما بالا باشه. البته بستگی به پخت برنج شما داره. وقتی که آب به جوش آمد، برنج ما بینش ریختم، گذاشتم پخته شه. وقتی که جوش خورد برنج، تست کردم با انگشت، دیدم که نمیتونم قشنگ با انگشت ملح کنم. بعد 1 کم دیگه آب ریختم، برنج خود هم زدم که زیرش نگیره. بعد گرفتم به دم گذاشتم. اینجا که داره برنج پخته میشه، پیچش 1 کم بالاترک هست. وقتی که به دم کردم، همون دقیقه روی 1 گذاشتم. برای 45 دقیقه گرفتم برنج خود دم دادم. البته قبل از اینکه دم بدم 1 کم دوباره دارچین رویش ریختم که خیلی بوی و طعم خاص پیدا میکنه. بعد 45 دقیقه غذای ما آماده. خیلی آسان راحت درست کنین. نوش جان شما. خیلی خوشحال میشم یک لایک کنین ویدیو مگه خوشتون آمد.